عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. من نیما هاشمینی هستم. امروز میخوام بهتون مدیریت مالی فردی رو یاد بدم. مدیریت مالی فردی بسیار مسئله مهمیه تو زندگی، به این دلیل که شما اگر که شرایط مالی مساعدی نداشته باشید و مدیریت مالی مناسبی نداشته باشید، میتونه روی اعتبار، خوشبختی یعنی حس شادی، در واقع آزادی های مالی و زندگی شما بسیار تاثیرگذار باشه. یک سری پروسیجر هست که شما اگر که اینها رو انجام بدید و در زندگیتون قرار بدید به شما کمک میکنه. مثل تمام مدیریت منابع، شما اول از همه نیاز داری که بتونی ترک بکنی و ردیابی بکنی هزینه ها و درآمدهات رو. لازمش اینه که شما دیسیپلین و نظم شخصی بسیار زیادی داشته باشید. کار ساده ای نیست، ولی خب برای دستیابی به این امر مهم خیلی مفید و خوب میتونه باشه. شما تمام تصمیمات مالی که میگیرید یک سری تبعات برای شما داره و به همین دلیل شما ازشون اضطراب می‌کنید. در نتیجه بهتره که شما در واقع با یه سری فرمول ها و علمی که از گذشته یک سری آدم تمام وقت و زندگی و انرژیشون رو گذاشتن و برای ما به جا گذاشتن استفاده بکنید، برای اینکه این ریسک ها رو اندازه‌گیری بکنید و بتونید به حداقل برسونید اضطرابتون در زندگی رو به خاطر مسائل مالی. مشکلات مالی باعث استرس بیشتر میشن، استرس بیشتر هم باعث عدم شادی میشن. در نتیجه شما اگر که شرایط مالی بهتری شده، استرس کمتری خواهی داشت و زندگی شادتری هم به تبع خواهی داشت. سیستم مالی فردی به سیو کردن، یعنی پس‌انداز و بودجه بندی شما بستگی داره. این به در واقع شما تو هر ماه چقدر اینکام، پول خالص بدون مالیات و غیره شما به دست میارید و چقدر پول خرج میکنید. اینها رو شما با بودجه بندی مناسب میتونید بهش برسید. در نتیجه شما اول از همه نیاز داری که برای خودت یه بودجه بندی ماهانه درست بکنی، برای اینکه بتونی سیستم مالی مرتب و ترتمیزی رو واسه خودت داشته باشی. مدیریت بدهی ها بسیار مهمه. بدهی چیزی نیست که بشه سرسر ازش گذشت، هم پرداخت کردنش هم زیر بار قرض رفتن مواردی که باید حتما کلی بررسی بشه بعد انجام بشه. برای سیو کردن هم یک سری نیازهاتون رو پوشش بدید و چقدر اصلا باید سیو کنیم. این مسئله که چقدر باید سیو کنیم خیلی مهمه. یه وقتی هست که شما در واقع واسه بحران ها میبایستی حاضر باشید. مثلا اگر که از شغلتون اخراج شدید، 2 ماه بتونید مخارج و خرج زندگیتون رو داشته باشین. اینا موارد مهمیه که میبایستی حتما اینا رو توی زندگیتون قرار بدید و اثر مرکبی که از پول میشه در واقع استفاده کرد، از سرمایه گذاری ها، حتما اون رو لحاظ بکنید. تورم رو، وضعیت اقتصادی رو حتما باید لحاظ بکنید. شما نمیتونید یه پولی رو بذارید توی کش و بعد همونو برید تا 50 سال 60 سال، چون که ارزش این پول حتی اگر که دلار هم باشه میدونیم که کم میشه، یعنی قدرت خریدش میاد پایین به دلیل در واقع اسکناس هایی که چاپ میشه. حالا به ریال که دیگه خیلی بدتر. محاسبه ریسک حتما باید انجام بدید برای دستیابی به آزادی مالی فردی. در شرایط خیلی خاص اگر که شما خیلی فرد ثروتمندی هستین و پولتون رو اصلا نمیتونین مدیریت بکنین یا خیلی پیچیده است، که در اون شرایط شما میبایستی برید یک در واقع مشاور مالی موجه رو استخدام بکنید. و اون آدم هم من نیستم. اون آدم یه فردی که شغلش همینه، همین درس رو خونده و شاید 20 سال 30 سال یا 50 سال فقط توی این فیلد کار کرده و راجبش تخصص داره. تمام مسائل مالی تو 2 تا بخش خلاصه میشه. یک، تصمیمات شماست. 2، بازدهی هایی که این تصمیمات برای شما دارن. هر تصمیمی که شما میگیرین رو 2 تا شرایط شما تاثیر داره. یکی شرایط فعلیتون، یکی شرایط آیندهتون. یعنی چی؟ مثلا شما داری میگی که من الان این کافی رو نمیخورم، 100,000 تومان سیو میشه برای من. این 100,000 تومان تو آینده من تاثیر میذاره. یا مثلا شما میگید که الان من سرمایه‌ام رو اینجا نمیبرم، در آینده شما میتونید این پوله رو تو آینده شما خواهید داشت، چون به هر حال یه جا خرجش نکرده. ساده است. پس تصمیمات مالی شما در حال و آینده شما تاثیر داره. بودجه بندی شما 2 تا بخش مهم داره. یکی اینکه شما چقدر پول در میارید، 2 اینکه چقدر پول خرج میکنید. یک سری مخارج ها هستن که ما براشون آمادگی نداریم.
اینا یه حاشیه‌ای هستن که شما میبایستی این حاشیه امن رو برای خود درست بکنی برای روزهایی که ما فکرشو نمی‌کنیم و روز مبادا که شما اینا رو داشته باشید، مثل زمانی که کار بیکار میشید یا توی بیزنستون شکست میخورید یا ورشکسته میشید یا مثلا خدای نکرده مشکل سلامتی پیدا میکنید یا هزینه های سلامتی. این مواردی هست که شما حتما باید یه بکاپی رو براش بذارید. توی میگم اسکیل خیلی پیچیده این قضیه، یعنی شما اگر که خیلی درگیری مالی دارید، باز اینجا هم من توصیه میکنم که شما از یک متخصص مدیریت مالی استفاده بکنید، استخدام بکنید. یه موردی که هست اینه که شما باید پولتون رو مثل یک گوله برفی توی برف، توی کوه، وقتی گوله کوچولو میفته این همین شکلی بزرگ میشه و میره پایین، شما حتما باید همین شکلی با پولتون بازی بکنید و سرمایه گذاری بکنید. این خیلی مهمه. حتما باید اثر مرکب پولتون رو در نظر بگیرید، ازش استفاده بکنید و ازش بهره مند بشید. در رابطه با تورم هم قیمت همه چیز ممکنه بالا بره یا گرون بشه یا قحطی و نوبرونه برسه به اصطلاح. در این شرایط هم شما میبایستی آمادگی داشته باشی که بتونی نیازهای اولیت رو به هر ترتیب تأمین بکنی. واسه همین شما میبایستی پولی رو بکاپ داشته باشی. یه حاشیه ریسکی هم شما میبایستی در سرمایه گذاری ها در نظر بگیری که اگر پول شما رفت یا یه مقداریش رفت به مشکل جدی بر نخورید. همون اصطلاحی که تمام تخم مرغاتو نباید توی سبد بذاری، این رو میبایستی حتما اجرا بکنی. مثلا هولوش 5 تا 15% سرمایه‌تون رو بهتره توی بازارهای مالی سرمایه گذاری بکنید. عرضم به حضور شما که یه تکنیک بسیار خوبی که سالها ازش جواب گرفتن، تکنیک 5 یا 6 لیوانیه که قطعا شنیدین. یه درصدی از پولتون رو برای مخارج ماهیانتون بذارین، یه درصدی رو برای روز مبادا و مشکل کش نگه دارین، یه درصدی رو واسه سرمایه گذاری نگه دارید و یه مقداری هم واسه خیریه و کمک به نیازمندان که خب حال خوبش مطمئن باشید حداقل به شما بسیار کمک خواهد کرد. شما که در واقع الان دارید این ویدیو رو میبینید، یعنی یک انسان خاصی هستید و یک سواد خاصی رو خواهید داشت. در نتیجه چقدر خوبه که به آدم‌هایی که نیازمندن کمک بکنید. تو این بخش میخوام بهتون بودجه بندی رو آموزش بدم. بودجه بندی همون بخشی که شما درآمد و مخارجتون رو یادداشت و مدیریت میکنید و مهمترین امر و بخش توی استیبل کردن شرایط مالی شما همین بخش بودجه بندی کن. شما اگر که بودجه بندی درست و مناسبی داشته باشید، عملاً توی شرایط مالی به مشکل خیلی حادی بر نخواهید خورد. چرا؟ چون تمام مشکلات از قبل کاملا مشخص هستن. شما مثلا وقتی میدونید دو هفته دیگه، 3 هفته دیگه وامی رو باید پرداخت بکنید، از اول ماه وقتی همه اینها جلوی شما قرار میگیره و شما میبینید این مخارج رو دارید و این پرداختی ها رو میبایستی داشته باشید، به هر ترتیب شما میتونی حداقل آماده باشی برای اینکه این پرداخت ها رو انجام بدی و خیلی کمک میکنه برای درست کردن بودجه. اصلا بودجه چیه؟ توی بودجه ما یه پیش بینی خواهیم داشت از پرداختی های ماه جاری. توی هر بخش از زندگیمون چقدر پول رو ما میبایستی هزینه بکنیم، ها رو یادداشت میکنیم، جمع میزنیم و با درآمدمون نسبت میبندیم و میتونیم خیلی مدیریت شده خرج مایحتاج زندگیمون بکنیم. بودجه بندی 5 تا بخش اصلی داره. اولین بخش پولی هست که برای شما میاد. توی این بخش شما میبایستی اون پولی که در میارید، مثلا اگر پیمانکارید، اون درآمدی که دارید رو منهای هزینه هایی که دارید مثل بیمه، مالیات، پولهای در آن نیروها، کارگران و به این صورت شما میبایستی حذف بکنید و درآمد خالص شخصی، یعنی پولی که میره تو جیب شما، اون رو اندازه‌گیری بکنید. این یه بخششه. بخش دوم هزینه‌های ثابت شماست. هزینه ثابت مثل اینکه پول اجاره اگر که میدید، پول اینترنت، پول تلفن، پول سابسکریپشن ها مثلا اگر اسپاتیفای، نتفلیکس یا مثلا چیزای ایرانیش مثل نماوا و سینما و این موارد رو دارید، اینها توش قرار میخواهد گرفت. پولی که باید واسه گواهینامه هایی که دارید پرداخت بکنید. بعضی از مشاغل در واقع یه سری گواهینامه دارن برای انجام کارهاشون، اینها میبایستی یک پولی رو پرداخت بکنن. این موارد جزو هزینه‌های ثابت شما هست. بیمه و این موارد رو هم این تو قرار میدین، یعنی بیمه‌ای که شما در واقع اگه پولی پرداخت میکنید برای بیمه، باید توی همین هزینه‌های ثابت شما قرار بگیره. ما تو ایران این رو نداریم فعلا، ولی پولی که شما برای خودرو هم میپردازید، پولی که اگر شما
قسط یا وام هست میبایستی پرداخت بکنید، یا اگر که ماشینتون لیز هست و پول ماهیانه اون رو پرداخت بکنید، اونها همه در این بخش هزینه‌های ثابت یا فیکسد اکسپنسز قرار میگیره. یه مورد دیگه هزینه‌های متغیره، مثل هزینه‌های سبزیجات، سوپرمارکت، رستوران‌ها، تفریحات، سینما، مثلا یه کافی شاپ، بیرون‌هایی که شما میرید، اینها در واقع توی هزینه‌های متغیر قرار میگیره. به علاوه سوخت خودروتون هم توی هزینه‌های متغیر قرار میگیره. یک سری هزینه هم داریم که اینها در واقع شما از قبل براشون آماده نیستید، مثل تعمیر مثلا کامپیوترتون، تعمیر ماشینتون یا تعمیر خونتون. این رو هم باید توی بودجه بندیتون قرار بدید و یه پولی رو براش کنار حتما بذارید. سفر هم باید توی این بخش هزینه‌های پیش بینی نشده قرار بگیره. در بودجه بندی ما یه بخش رو به عنوان سیوینگ میذاریم که توی این بخش شما پولی که برات اضافه میمونه رو سیو بکنی برای بیماری ها، یا در واقع شما شغلت رو از دست میدی یا هر چیزی، یا مثلا شما اگر میخوای چیزی رو بخری تو این بخش سیو بکنی و خورد اضافه بکنی که بتونی این بخش رو انجام بدی. توی دنیای امروز یک سری از اپلیکیشن ها و بانک ها یک سری جعبه توی این موبایل بانک ها دارن. شما میتونید پولی که برات میاد رو این تو پخش بکنی که بتونید خیلی خوب و راحت مدیریت بکنی. یعنی همون اول که میاد انگار مثلا شما چند تا لیوان داری و پول نقد، انگار که اینها رو داخل این لیوان ها قرار میدید. درست به همون شکل میتونید اول ما بودجه بندی بکنید و مخارجتون رو به این شکل مدیریت بکنید. با بودجه بندی شما میتونید از ولخرجی های آینده‌تون هم جلوگیری بکنید. این یکی دیگه از مزیت‌هاشه. برای درست کردن یک فایل بودجه بندی یا یک گزارش بودجه بندی، شما بایستی اول از همه تمام مخارجت رو برای مثال در یک ماه یادداشت بکنی. مثلا در این روز در این تاریخ من انقدر مثلا هزینه رفت آمد دادم به این صورت. شما اینا رو که یادداشت میکنید، در آخر ماه میتونید ببینید که چقدر پول واسه چه مسئله خرج کردید. هزینه عیاد ذهاب شما بیشتر بوده یا هزینه‌ای که واسه ممبرشیپ های باشگاه‌ها و جاهای دیگه که استفاده میکنید پرداخت میکنید. این بودجه هایی که ما درست میکنیم، بودجه بندی که درست میکنیم، به مرور زمان بهتر میشه، دقیق تر میشه، ولی اول شما میبایستی که واسه یک ماهتون رو یادداشت بکنید و بر اساس همون واسه ماهای آیندهتون پیش بینی بکنید. وسایلی که توش شما میتونید ازش استفاده بکنید برای بودجه بندی، بهتر از همه اکسل. برنامه اکسل خیلی ساده است و توی اسکیل مدیریت مالی فردی اگر که خودتون میخواین انجام بدین، شما نیاز به برنامه حسابداری حسابرسی حرفه‌ای ندارید. شما حتی میتونید به جز اکسل از یک کاغذ استفاده کنید، یک دفترچه رو برای این کار اختصاص بدید، توش یادداشت بکنید مخارجتون رو و در نهایت بتونید همونجا جمع و منها بکنید و این موارد رو یادداشت بکنید و تغییرات هم اعمال بکنید. من پیشنهادم اینه که من بچه که بودم یه دفترچه انقدی داشتم واسه همین موضوع بود. یعنی توی مدرسه حتی خوراکی میخوردم این رو یادداشت میکردم، همیشه تو جیبم بود، یعنی بغل دست کیف پولم بود، توش تمام مخارجم رو یادداشت میکردم. نتیجهش این میشد که حتی اگر پولی به کسی قرض میدادم یا برای کسی خرج میکردم، آخر ماه همه رو دقیق من داشتم. قدم اول، شما میبایستی تمام اطلاعاتی که میتونید رو راجع به مخارجتون جمع بکنید. چطوری؟ برای مثال SMS هایی که بانک برای شما میده، مثلا انقدر در این تاریخ در این ساعت خرج کردید، این موارد رو شما همه رو باید جمع بکنید، همه رو کنار همدیگه قرار بدید. این موارد به شما کمک میکنه که بدونید چقدر پول خرج کردید و هر چقدر بیشتر دیتا داشته باشید طبیعتا یک گراف دقیق تری خواهید داشت از مخارجی که داشتید در ماه گذشته. من پیشنهادم اینه که هر خرجی میکنید همون لحظه یادداشت بکنید، برای اینکه این دقیق ترین و راحت ترین کاره. اگه بذارین انباشته بشه، بعد اینکه بخواید فکر کنید چقدر پول واسه چی خرج کردین، خیلی کار سختی. ماکسیموم هر روز رو همون روز ببندید. بشه یک هفته شما 5 تا کارت پشت سر هم بکشی، واقعا 2 ساعت بعد شاید نمیاد کدوم کارت برای چی بود. واسه من پیشنهاد میکنم که هر لحظه هر خرجی میکنید همون لحظه بنویسید. اپلیکیشن هم زیاد هست برای این موضوع، خیلی زیاده. یعنی شما تا تایپ بکنید براتون میاد، خیلی راحت شما میتونید در از چند ثانیه 2-3 ثانیه هر کدوم از مخارجتون رو وارد بکنید.